سلام. آموزش یه دسر جنوبی خوشمزه و مجلسی رو داریم. اسلایس رنگینک، یه دسر شیک و متفاوت که میتونه برای مهمونی‌ها و مراسم انتخاب خیلی خوبی باشه. اسلایس رنگینک علاوه بر ظاهر زیبا، بافت خیلی نرم و لطیفی داره. طعمش هم واقعاً خوشمزه و دلچسبه. اگه دوست دارین ببینین این دسر خوشمزه چطوری آماده میشه، تا آخر ویدیو با من همراه باشین. در ابتدا آرد گندم رو داخل تابه الک میکنیم و روی شعله ملایم شروع میکنیم به تفت دادن. پیشنهاد میکنم برای این دسر حتما از آرد گندم استفاده کنید چون رنگینک رو خیلی خوش‌طعم‌تر میکنه. حدود 3 ربع که آرد خوب تفت خورد و کمی تغییر رنگ داد، آرد رو از تابه خارج میکنیم و دوباره داخل همون تابه آرد رو الک میکنیم تا اگه گلوله‌ای از آرد باقی مونده باز بشه. حالا مخلوط روغن مایع و روغن جامد رو به آرد اضافه میکنیم و حدود 1 ربع الی 20 دقیقه آرد رو با روغن تفت میدیم تا بوی خامی روغن از بین بره. میتونید به جای روغن جامد از کره هم استفاده کنید. آرد که کمی تغییر رنگ داد و تقریباً کاراملی رنگ شد، حالا ادویه ها رو اضافه می کنیم و 1-2 دقیقه دیگه تفت میدیم تا عطر ادویه ها آزاد بشه. ادویه ها کاملا سلیقه‌ای هستن و میتونید به سلیقه خودتون تغییر بدین یا کم و زیاد کنید. ولی خب این ترکیبیه که خودم همیشه استفاده میکنم و به نظرم کنار خرما عطر و طعم فوق‌العاده‌ای به اسلایس میده. در نهایت گاز رو خاموش میکنیم و پودر قند رو اضافه میکنیم. اولش مواد کمی سفت میشه ولی بعد با گرمای خود آرد پودر قند کامل آب میشه و به خورد مواد میره. اضافه کردن پودر قند اختیاریه ولی به نظرم هم یه شیرینی خیلی ملایم به اسلایس میده هم باعث انسجام مواد میشه. بهتره که حذفش نکنید. حالا حدود 3-4 قاشق از مواد رو به 1 کیلو خرمای چرخ کرده اضافه می‌کنیم و خوب برز میدیم تا کامل مواد با خرما ترکیب بشه. وقتی خرما رو با مواد مخلوط می‌کنیم باعث میشه هم چسبندگی خرما از بین بره هم کار کردن باهاش راحت تر بشه و همین که عطر و طعمش خیلی دلچسب تر میشه. حالا خرما رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم و یه قسمتش رو بین 2 نایلون فریزر یا کاغذ روغنی با وردنه به ضخامت حدود 2 میلیمتر باز می‌کنیم. بعد هم دور خرما رو با قاطر مرتب می‌کنیم و با کمک همون نایلون داخل سینی قرار میدیم. اگه تا اینجای آموزش براتون مفید بوده، حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر هم هنوز عضو کانال نشدید، سابسکرایب یادتون نره تا آموزش‌های خوشمزه بعدی رو هم از دست ندید. حالا یه لایه از مواد رو روی خرما پخش میکنیم. بعد هم لایه دوم خرما رو روی مواد قرار میدیم و اگه اضافه ای از اطراف باقی مونده با کاتر مرتبش میکنیم و دوباره باقی مواد رو روی خرما پخش میکنیم. در نهایت هم روی تمام سطح اسلایس رو گردوی خرد شده و پودر پسته میریزیم.
حالا با وردنه یا هر وسیله‌ای که در دسترس دارین روی اسلایس ها رو کمی فشرده کنید تا مغزها کاملا به مواد بچسبن و موقع برش جدا نشن. بهتره اسلایس رنگینک رو 1-2 ساعت داخل یخچال استراحت بدین تا خودش رو بگیره و بعد برش بزنید. اول دور اسلایس ها رو برش میزنیم تا مرتب بشه، بعد هم میتونید اسلایس ها رو به شکل مربع، مستطیل یا لوزی برش بزنید. اگه هم برای مهمونی یا مراسم آمادش میکنید بهتره برش ها خیلی بزرگ نباشن، اینجوری هم سرو کردنش راحت تره و همین که ظاهر شیک و مجلسی تری پیدا میکنه. در ضمن به این نکته هم اشاره کنم که بهتر رنگ مواد حدود 2 تا 3 درجه از رنگ خرما روشن‌تر باشه تا بعد از برش لایه‌ها کاملا مشخص باشن و اسلایس ظاهر زیباتری پیدا کنه. اگه هم دوست داشتید میتونید تعداد لایه‌های اسلایس رو بیشتر هم بکنید. فقط در این صورت یا باید از قالب کوچکتری استفاده کنید یا مقدار مواد رو 1.5 برابر تا 2 برابر کنید تا ضخامت لایه‌ها مناسب باقی بمونه. اینم از اسلایس رنگینک خوشمزه و مجلسی ما. ترکیب خرما، آرد تفت خورده، ادویه‌های خوش عطر و مغزها یه طعم فوق‌العاده و متفاوت به این دسر داده که مطمئنم از امتحان کردنش پشیمون نمیشید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم این دسر خوشمزه جنوبی رو درست کنید و از طعم و بافتش لذت ببرید.